سلام، خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. در پی سوختار در بازار مرکزی شهر خاروق یک قهوه خانه و چند مغازه به کامی آتش رفته است. حادثه بعد از ظهر 27 ایول رخ داد. یک منبع در اداره آتش نشانی شهر خاروق به رادیوی آزادی گفت سوختار ساعت 15:14 سر شده، ساعت 18:30 پر خاموش کرده شد. با گفته همصحبت ما طبق معلومات پیشکی سوختار از قهوه خانه مرغاب در این بازار سر شده است. سبب آتش سوزی و همچنین ضرر رسیده معلوم نیست. در اداره آتش نشانی شهر خاروق گفتند تحقیق این حادثه ادامه دارد. مقامات تا حال این حادثه را رسما شرح ندادند. این بار اول نیست که در بازار مرکزی شهر خاروق سوختار می شود. سال 2022 نیز این بازار سوخته بود. بینندگان عزیز، با رسیدن تفصیلات بیشتر درباره این حادثه شما را در جریان می‌گذاریم. دادستانی شهر کلاب تصدیق کرد که علیشیر باباجانزاده معاون پیشین رئیس شهر کلاب با اتهام‌های ساخته‌کاری و غیرقانونی دادن زمین بازداشت شده است. درباره بازداشت باباجانزاده نخست شده رادیوی آزادی ماه فوریه امسال خبر داده بود. منصور غنی‌زاده دادستان شهر کلاب 24 ایول در نشست خبری گفت نورالدین شرافگان سابق رئیس اداره زمین این شهر و همچنین یک ساکن کلاب نیز دستگیر شدند. از این ساکن نام بردن نشد. به گفته منبع علیه هر سه آنها با اتهام‌های ساخته‌کاری و غیرقانونی دادن زمین پرونده جنایی باز شده است. کودکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام‌ها جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی می‌کند. روز 22 ایول نمایندگان آژانس ضد فساد نیز گفتند بعد تفتیش کار حکومت کلاب 11 پرونده جنایی باز شده است و 39 نفر در کورس عیبداری هستند. منبع‌های رادیوی آزادی ماه ایون امسال گفته بودند که در دوره کاری بختیار نظرزاده در حکومت کلاب تقسیم غیرقانونی زمین، ساخته‌کاری قلابی، تقسیم نادرست بودجه و دادن پاره آشکار شده است. خود بختیار نظرزاده تاکنون در این باره چیزی نگفته است. مسئولان آژانس مبارزه با فساد تصدیق کردند که شهردار پیشین کلاب بختیار نظرزاده را هم بازپرسی کردند. نظرزاده عضو مجلس ملی پلات بالای پارلمان است و بازداشت او تا قطع صلاحیتش ممکن نیست. نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 28 ایول جسد 2 مرزبان را از دریای پنج پیدا کردند. در این باره حاتم‌شاه لطیف‌زاده معاون رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده به ازپلس خبر داد. یک منبع آگاه در اداره حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان این خبر را تصدیق کرد و به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر پیکرها را برای تشخیص به شهر کلاب بردند. در نظر است که مراسم ویدا با این نظامیان بعد از ظهر 28 ایول در زادگاهشان ناحیه‌های خاولینگ و فرخار برگزار شود. افسر 23 ساله یار احمد قربان علیه و مرزبان قطار بلال کریم 19 ساله روز 24 ایول در نزدیکی دیدبانگاه در ناحیه فرخار ولایت ختلان بر رودخانه پنج افتیدند. یک منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان 27 ایول به رادیوی آزادی گفت فاجعه هنگام اجرای مأموریت مرزبانان صورت گرفته است که خواستند زرشیان افغانستانی را از یک جزیره خرد متعلق به تاجیکستان بیرون کنند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. تاجیکستان با افغانستان مرز درازی دارد و رودخانه پنج قسمی از آن را از هم جدا می‌کند. در گذشته هم غرق شدن مرزبانان تاجیک در این رودخانه دیده شده است. مقامات تاجیکستان میگویند که در نیمه اولی سال روان در حدود کشور 18 شهروند افغانستان را با جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. در گزارش تازه آژانس نظارت مواد نشه‌آور آمده است که این 18 افغانستانی به قاچاق 601 کیلوگرم مواد نشه‌آور گمان زد هستند. مستقلانه تصدیق کردن این معلومات فعلا غیر امکان است. ماه می امسال مقامات تاجیکستان ده‌ها پناهجوی افغانستانی را از کشور خارج کردند و گفتند که یک سبب این کار دست داشتن آنها به قاچاق مواد مخدر است. برخی پناهجویان در صحبت‌های بدون ثبت این اتهام را رد کرده بودند. با گزارش آژانس نظارت مواد نشه‌آور در 6 ماه اول امسال همچنین 6 شهروند ازبکستان، 1 قزاقستانی، 2 تبع قرقیزستان و 1 شهروند اوکراین را با جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. مقامات تنها گفتند که از این افراد 91 کیلوگرم مواد نشه‌آور مصادره شده است. نمایندگان آژانس نظارت مواد نشه‌آور با نشر این آمار می‌گویند که تاجیکستان یکی از کشورهای ترانزیتی مواد نشه‌آور در سمت مسیر شمال افغانستان باقی می‌ماند.